یک چیز است که وقت را ضایع میکند. استادمون شیخ محمد میگویند که یک چیزی که وقتی انسان را ضایع میکند همنشستی بد. مقصد از همنشستی بد شرط نه که یک مردی فاسق باشد. آدم طالبین با فاسقا دوستی نمیکند. یعنی یک دوستی صالح است لیکن عقلش کم است، وقتی انسان را ضایع میکند. همراهی انسان سخنها گفته نصف شب را میگذراند. یعنی در دانشگاه وقتی که میخواندیم در یک حجره و 4 نفر با دیوال تقسیم کرده بودند، با دیوال های نصف دیوال. یعنی حق یک آدم یک کاتی خواب دارد و یک میزی درس کننده و یک چی دارد، یک رفیق کتابخوانی و یک دیگر رفت برای سر و لباسش دارد. همین قدر جار دارد. یک حجره رو به 4 نفر تقسیم کرده است به دیوال. در زمانهای پیشتر با پرده بود. در زمانهای اولی رفتگی هم سالهای 2000 با پرده تقسیم کرده شده بود. بعد از آن دیوال کردن. در هر یک همین خانه 4 نفر از هر جا. مثلا در خانه‌ای که بنده زندگی میکردم یک تایلندی، یک فیلیپینی و یک مردم از بلغاریا بود. بلغاریا 4 نفر زندگی میکردیم. همین خیل در یکی از خانه‌های دیگرها مردم جمع میشن برای زیارت میبیان. آخر دیگه نه خویش و تبار دارن در غریبی، نه پدر و مادر، نه زن و فرزند، به نزد همدیگر جمع شده تا ساعت 12 شب چخچق میکنن. همین خیل خندی زیاد در یکی از همین در یک حجره گفتیم که 4 آدم زندگی مونه. در خانه یک آدم مهمان میبیاد، همین خیل تا ساعت 12 گپ میزنن. با همسایه میاد که قسم به نام الله تعالی روز قیامت از بالای شما شکایت میکنم، برای من تشویش داده اید، درس خواندن نتونستم از سبب خنده شما تشویش دادید، روز قیامت از بالای شما دعوا میکنم. گم بعد ترسیده خسته میروم. یعنی همین خیل هم نشست ها وقتی شما رو ضایع میکنند.